اینجا یکی از خطرناکترین جاده های دنیاست. سلام، اینجا جاده دی 915. اینجا یکی از خطرناکترین جاده های دنیا، یا همون جاده مرگه. بیشتر از خطرناک بودنش بسیار زیباست، بسیار زیباست. و اینکه حتما با دیدن این جاده یاد جاده های خیلی زیادی تو کشور خودمون میافتیم، ولی اینجا رو خیلی خوب معرفیش کردند و اکثر اونایی که کار ادونچر میکنند واجب میدونند گذاشتن از این جاده رو هم توی رزومهشون داشته باشن، چه آفرود، چه موتور، چه برای رکاب زدن، هر اون چیزی که مربوط به جاده های آفرود هست. فوق‌العاده زیباست. من یه مقداری حالا هر چقدر که بتونم ازش میگیرم. ببینید که ما چه جاذبه هایی داریم ولی متاسفانه یا معرفیش نمی کنیم یا خوب معرفی. خوشگله. اومدم تو کارت پستال.